امروز اگه بخوای بیای یه متریال برای کران ایمپلنتت انتخاب بکنی، چی انتخاب میکنی؟ ایمکس انتخاب میکنی، زیرکونیا یا پی اف؟ اگه میخوای که کار خیلی ترتمیز و شیک و استتیک حرفه‌ای باشه، خب ایمکس حرفی نداره، با سر گردن بالاتر از بقیه است. PFM برای کاری که میخوای ضخامت‌های نازک بدی، 2/10 3/10، اون دوتای دیگه خوب در نمیاد، با PFM خوب در میاد. ولی اگر میخوای که یه چیزی باشه با استحکام خیلی خوب، با یه استتیک خیلی خوب، زیرکونیا انتخاب برتر است. پس هر کدوم اینا مورد مصرف خاص خودشون دارن. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، مصرف PFM به شدت کاهش پیدا کرده، مصرف ایمکس تقریبا میشه گفت نصف شده و زیرکونیا به شدت افزایش پیدا کرده. پس برای اینه که ما پیشنهاد میکنیم اگر امروز دارید برای کلینیکتون، برای لابراتوارتون پیش بینی دستگاه میکنید، پیش بینی آموزش میکنید، اولویت اولتون رو بذارید روی زیرکونیا، اولویت دوم رو بذارید روی ایمکس یا خانواده لیتیوم دیسیلیکات ها اگه بخوایم دقیق‌تر بگیم، و اولویت سوم رو بذارید PFM. برای آینده از الان باید درست پیش بینی بکنید.